با درود و خوشباد به همراهان گرامی و ارجمند زبان پارسی. شهراد تاتار بنیادگذار و از گردانندگان انجمن زبان پارسی هستم. خوشنود و خرسندم که این فرادست فراهم شد تا روی در روی با شما گفتاری داشته باشم. بهانه ما برای گفتار امروز نزدیک شدنمان به سالگشت روز جهانی شاهنشاه کوروش بزرگ است. برای نخستین بار در گیتی این آیین شکوهمند در خود گستره باستانی پاسارگاد برگزار شد و انجام گرفت. بالنده هستم که گردانندگی و سخنرانی این آیین شکوهمند را در پاسارگاد به گردن داشتم. از آن روز یک نماگین کوتاه بر جای مانده است که در اینجا با شما به هم بهرگی می‌گذاریم. هرچند که درون مایه و بنمایه این نماگین آنچنان که باید و شاید خوب نیست، ولی بهتر دیدیم که آنچه که مانده را با شما به هم بهرگی بگذاریم. شاد و پاینده باشید. روز آدینه است. ما به این خاطر دو روز بیشتر از روزی که تعیین شده بود با روز کوروش بزرگ اومدیم، به خاطر اینکه ترفیعی باشه روز آدینه است و همه بتونن بیان. روز 29 اکتبر برابر با تقویم میلادی روزی است که کوروش بزرگ بعد از بنیانگذاری امپراتوری هخامنشی به طرف بابل لشکرکشی میکنه و در یک جنگ بدون خونریزی بابل تسلیم میشه که این قضیه در کتاب پیامبران بنی اسرائیل در عهد عتیق اشعیای نبی پیش بینی کرده بود چنین چیزی رو که کوروش برگزیده یهوه برای آزادی یهودی‌ها اقدام میکنه و حقوق بشر رو به دنیا معرفی میکنه. یک پیش بینی تاریخی بود که کوروش ظهور کرد، بابل رو فتح کرد، 25,000 اسیر یهودی رو آزاد کرد، اولین منشور آزادی ملل رو صادر کرد کوروش، درست در زمانی که اگر کتیبه پادشاهی پیش از کوروش رو بخونیم بعدتر از کتیبه آشوربانیپال می‌نویسه که امروز آنچنان به ساعت حمله کردم که به آنجا را ویران کردم که بانگ خروسی از آن بر نمی‌خیزم. یا نبونید افتخار می‌کنید که 40,000 جفت قلم پا براش هدیه آوردن، هم دوره کوروش. و پادشاه دیگه که افتخار می‌کنن به این که چطور جنایت کردن. درست در همون دوره می‌بینیم یک نفر میاد به نام کوروش و میگه که مردوک خدای بابلیا، چون تو بابل بود کوروش مجبور به احترام عقاید اونا از واژه به احترام دینی که اونها داشتن از واژه مردوک استفاده کرد، در حالی که خودش یکتاپرست. و کوروش اعلام میکنه که مردوک گشت در جهان و من را به شهریاری برگزید. کوروش تو اون کتیبه در همون دورانی که همه افتخار میکردن به جنایتاشون و به اینکه برادر خودشون رو در راه خودشون قربانی میکردن، کوروش اعلام میکنه که من یوغ زور ستمگران را از گردن ناتوانان برداشتم، اسرا را آزادی بخشیدم، معبد خدایان را که پیش از این ویران شده بود دوباره بازسازی کردم. و در اون دوره خفقانی که افتخار آدمیت فقط به این بود که همدیگر رو بکشن، کوروش میاد یک چنین حرکتی رو انجام میده و که شخصیت جهانی یک کسی که دنیا به عنوان بنیانگذار حقوق بشر میشناستش. یک مسئله هم هست که هیچ شخصی ارتباط بی منفعت نداره که بخوان اشخاص ادعا بکنن بگن دروغ بوده یا دروغ مذهبی بوده یا ساخته ذهن بشر بوده. نه، پاسارگاد هست اولین پایتخت امپراتوری هخامنشی. البته پایتخت‌های دیگه هم داشتن در سبتمالیان به نام انشال، منتها پایتخت رسمی که کوروش خودش شخصا همین پاسارگاد هست. ما داریم توضیح بدیم قضیه مرگ کوروشی که میگن در جنگ با مسجدها کشته میشه، گروه پردازی که هرودوت تحویل جامعه علم تاریخ داده. چون ما میدونیم کوروش هخامنشی فقط یک زن داشت به نام کاساندان و از این زنش دو فرزند پسر به نام کمبوجیه و بردیا، دو فرزند دختر به نام آتوسا و آتیستون فرزندان کوروش بودن. مردی بود که در قیدوبند شعبات و امیال نفتالی نبود و یک جسمش رو ترک میکنه. اسم مرگ ما بیش نمیدونید که کوروش با اومدن و جنبشی که انقلابی که رفاه کرد به مردم همه دنیا فهمون که زندگی کردن یعنی چی، حقوق شهروندی یعنی چی، یک آدم چه اختیاراتی داره. در دورانی که من برادر خودم قربانی کردم در راه خدا، برادر خودم نمی‌بردم در راه خدا، اومد به حقوق بشر رو به دنیا معرفی کرد. به خاطر همین یک شخصیت جهانیه و اونایی که خیال بافانه یک سری دروغ‌های تاریخی سعی می‌کنن به اثبات شاری بکنن خودشون می‌دونن که
بنیان گفتارشون خیلی لغزنده و خیلی سست هست و حقیقت نداره. اون حقیقت تاریخی که ما باید ببینیم اینجا هست. شهریاری اهورامزدا بود در جهان، همون چیزی که مسیحی‌ها بهش میگن ملکوت خدا، میگن باشد که ملکوت خدا بیاد. شهریاری اهورامزدا برقرار کرد. 30 سال بعد از شروع شهریاری اهورامزدا در تمام دنیا برقرار بود و دنیا صلح، آشتی، آرامش، جایی بوی از جنگ نمی‌اومد پیش میاد. هخامنشیان گسترش عدل روششون بود. امپراتوری هخامنشی اولین امپراتوری بود در جهان که تساهل مذهبی داشت که هیچ کاری به ادیان دیگه نداشت، با وجود که خودشون یکتاپرست بودن. معبد آقایون مصری در الفانتیک می‌ساختن. در مصر ساختن یه گاو آتیش که اونا داستان بودن تشییع جنازه کرد به خاطر که به عقاید اونا احترام بذاره. و این درس بزرگی که ما باید از اجداد نیاکان خودمون بگیم، نه تنها ما ایران داری که به حق پدر ما ایرانی ها هست. وقتی داری شکله آرامگاه جانش رستم میگه ای مرد جوان، اگر چنین میپنداری که در این دنیا و خود را سعد خوشبخت باقی بمانی، خواستت از پرستش اهورامزدا بر ندار، راه راستی را ترک نکن، مبادا که از راه راست منحرف شوی و سوگیان این سخن مرد جوان به خواهات نسل آینده و خود از دستانه به خاطر استعمالی که این داره مرد و مردم دستش مرد و مردم شکار که مردم میگه آقای پروفسور هرسفلد آلمانی 35 سال از عمرش اینجا گذرون، رومان هیرشمن 35 سال از عمرش گذرون. سر هنری رابینسون برای کردن خط میشی جون خودش رو خطر خط میشی رو نسخه برداری کرد، آقانگاری کرد، خودم خط تشکر کنه یک ساعتی که نداری. اما به اجداد خودمون ما ایرانی هستیم، مسلمان بودن قضیهش به کناره، در کنار دین و مذهب ملیتمون باید ارزش بکنیم. این کاش که در سطح صورت واقعا از سر دل پوله داریم یه همه، ولی هیچ کس نمیشه و بختانه اسممون ایرانیه، ولی خب اصلا متقاعد شدیم که داغونه خداوند بزرگ همینطور که داریوش دعا میکنه در تسلیل تخت جمشید نقش رستم، اهورامزدا این سرزمین را از دروغ، خشکسالی، بیماری و سپاه دشمن بپاید. ها زیرش دیگه نداشت، ولی ببین عزت نفس باشه. منصور حقوق بین المللی بشر در سازمان ملل.